أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و شنوندگان و بینندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 11 درس گرفتیم و حالا باشد درس 12 را به سمع شما خواهم رسانید. کتاب بیدان درس 12. درس امروزه ما و شما درباره اسم مفعول هست، یعنی که موضوع درس ما و شما اسم مفعول هست. پس اسم مفعول همگی 6 صیغه دارد و بس، به مثل اسم فاعل. چطوره که اسم فاعل 6 صیغه داشت و بس، اسم مفعول هم همچنین هست، 6 صیغه دارد و بس. همچنین ناگفته نماند که اسمها معلوم و مجهول نمی شوند، فقط فعل هست که معلوم و مجهول می شود، اما اسم معلوم و مجهول ندارد، فقط 6 صیغه دارد و بس. اکنون می بینیم که صاحب کتاب درباره اسم مفعول برای ما و شما چه معلوماتی می دهد. اولا قاعده را می گوید، چطوری که شما می بینید صفحه 28. در صفحه 28 صاحب کتاب برای ما و شما می گوید اسم مفعول: اسم مفعول از ثلاث مجرد بر وزن مفعولون می آید، همچون مضروبون. درس گذشته ما و شما این معلومات داده بودیم که در زبان عربی همگی 22 باب است. این 22 باب به 3 قسم، به 4 قسم تقسیم می شود. یکمش 6 باب است، دویمش 12 باب است و سومش 1 باب و چهارمش 3 باب است و بس. ببینید این را میگویند باب 6 باب ثلاثی مجرد، 12 باب ثلاثی مزید، 1 باب رباعی مجرد، 3 باب رباعی مزید. اینها 22 باب صرفی هستند. پس اکنون حالا اولا ما و شما درباره 6 باب اول میگیریم و بس که چطور از این 6 باب اول از باب ثلاثی مجرد اسم مفعول رو میگیریم. میگوید که اسم مفعول از این 6 باب بر وزن مفعولون می آید. ببینید مفعولون. اکنون شما دقت بتید، در اینجا وزن ما و شما یعنی ترازوی ما و شما یکم این حرف است، دوم حرف عین هست، سوم حرف چی است؟ ف. ف و عین و لام گفته بودیم اینها چی هستند؟ اینها ترازو هستند. اما حرف واو و حرف میم از همون حرفایی که نوشته بودیم که سألتمونیها، از آن همون سألتمونیها است. پس اینها حرفای زیادتی است که ما کلمه را میخوایم اسم مفعول بکنیم، پس به آن همین وزن میکنیم. مثلا مثال میخوایم که کلمه ضربه را ببینید، ضربه و قاتل و همچنین ناصره، همین ها را میخوایم که اسم مفعول کنیم. چیکارش میکنیم؟ اولا وزن های اینها چی بود؟ ف و عین و لام. فعل، همه وزن های اینها چی هستند؟ ف و عین و لام، یعنی که اینها 3 حرفه که هستند، ف و عین و لام ترازو است و بس. اکنون دقت بتید، ما میخوایم که ضربه را اسم مفعول بکنیم. چیکارش میکنیم؟ اولا در اولش ببینید یک میمی فتحه دار میمونیم، میمی فتحه دار یعنی که فتحه. بعد از این نگاه میکنیم ف اولین حرف کلمه است، اولین حرف کلمه رو می نویسیم. بعد از این نگاه میکنیم حرف ر است، حرف ر رو می نویسیم. بعد از حرف ر اینجا ببین ف و عین هر اینها رو نوشتیم. نگاه میکنیم واو زیادی دارد، پس ما اون واو می نویسیم.
بعد لام آخر کلمه ببینید حرف ب که هست در آخر می آید. دیدید حرکت به مثل همین میمونیم. میم فتحش موندیم. ف صاد کلمه ساکن است. عین کلمه حرف ر ضمه دارد. واو ساکن است. لام دو ضمه دارد. چی شد؟ مد. ببینید مضروبون. اکنون مضروبون اسم مفعول ضربه شد. قتله را بگیم چی بگیم؟ مقتولون. اکنون نصره را چی میگیم؟ منصورون. دیدید؟ نگاه کنید همه بر همه وزن هست. پس ما این 6 باب رو میخواهیم اسم مفعولش رو بگیریم، بر وزن مفعولون میگیریم. چی طوری که شما دیدید انا این طور کار میکنیم، میشود چی؟ اسم مفعول. پس اینها هستن اسم مفعول از 6 باب ثلاثی مجرد. بیاید یک بار دیگر از کتاب میخونیم. صاحب کتاب چی میگه؟ میگه اسم مفعول از ثلاثی مجرد، یعنی که از این 6 باب بر وزن مفعولون می آید، همچون مضروبون و مقتولون. چقدر نویسه که منصورون، مفتوحون. هر کلمه که باشد ثلاثی مجرد برای همین وزن ما اسم مفعولش را میگیریم، میشود اسم مفعول. پس این بود 6 باب ثلاثی مجرد. اکنون میگذاریم این را اولا از بین ببریم، این دیگه برای ما لازم نیست. این را حتما شما نوشته بگیرید، زیرا اینکه این بسیار مسئله مهم است، یعنی کار کردن اسم مفعول از 6 باب ثلاثی مجرد. اکنون میخواهیم که این 6 باب به آخر رسید. اکنون میخواهیم که از باقی مانده باب ها اسم مفعول را بگیریم. ببینید این باب ها همه‌شان یک نمود اسم مفعول گرفته می شود. این 6 تا بالا در اسم فاعل هم خیلی فرق کرده بود، در اسم مفعول هم به مثل همون است که فرق میکند. اکنون چی می شود؟ میگه که و از غیر ثلاثی مجرد، یعنی این 6 تا ثلاثی مجرد، اینها غیر ثلاثی مجرد، یعنی که از باقی مانده باب ها، از 16 باب باقی مانده، میگه که و از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول می آید. اکنون فعل مضارع را ما می نویسیم، باز بالا اون مجهولش میکنیم. مثلا دحرج یدحرجو. ببینید یدح اگر که ما یدحری بگیم اگر فعل معلوم میشود، مضارع معلوم. لیکن ما یدحر میگیم، برای مجهولش میکنیم. ما شما مجهول کردن خوندیم که ما قبل آخر رفت حرف مضارعت رو دم میکنیم. حرف مضارعت دم که است به حال خودش میایستد، ما قبل آخر رو فتح میکنیم. مثلا یتدحرجو. ببینید اگر ما بگیم یا معلوم است، لیکن ما در مجهول در کار است، میگیم یو حرف مضارعت رو دم میکنیم. یتدحرجو یتدحرجو بود، آخرش ما قبل آخر فتح که بود به حال خودش میستد، این را فقط ما دم میکنیم خلاص میشود مجهول. یتدحرجو. مثلا باب 7 رو می نویسیم از این 12 تا. این از این بابی ثلاثی مجرد بود، این از این 3 بابی از همین یکی از 3 باب ها بود، یعنی باب 20 میگن این را. این باب 19، این باب 20. اکنون باب 7 رو می نویسیم. مثلا یک. ببینید یک، اگر یک ریمو بگیم فعل معلوم می شود، نه که مدام مجهول در کار. از این که صاحب کتاب گفت که از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول، فعل مضارع مجهول ماده در کار. یک رمو. و بعد از این ببینید یستخرجو فعل مضارع معلومه، ما را باید مجهول کنیم. چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر رو فتح میکنیم و حرف مضارعت رو دم میکنیم، میشود فعل مضارع مجهول. یستخرجو. اکنون ما میخوایم که از همین 4 تا فعل های مضارع مجهول اسم مفعول بگیریم. بر وزن مضروبون، بر وزن مفعولون اینها نمی آید. مفعولون فقط همین 6 باب میاد و بس. این باقی مانده هاشون اکنون دقت بدید که چیکارش میکنیم. صاحب کتاب میگوید که
و از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول می آید با آوردن میمی مضمومه. چرا که در اسم فاعل گفته بودیم نه میمی مضمومه. ببینید در اولشان اول میمی مضمومه میاریم، میمی مضمومه و همچنین میمی مضمومه و همچنین میمی مضمومه. دیدید میم ها را چیکار میکنیم؟ ضمه میتیم. مو ببینید میم های مضمومه میاریم. یکم بجای حرف مضارعت. الان حرف مضارعت رو قطعی حرکتش از بین میبریم دیگه. حرف مضارعت ما در کار نیست، زیرا اینکه ما میخوایم که اسمی مفعول بگیریم. حرف مضارعت رو از بین بردیم. دقت بتید حرف مضارعت رو از بین که میبریم پس اینها رو باز میچسبونیم به حرفای بعدیش. ببینید و اینها چیکارش میکنیم؟ میچسبونیمش، زیرا اینکه این حرفی میچسبیدگی است. چی شد؟ مدحرج، مدحرج، متدحرج، مکرم و مستخرج. اکنون دقت بتید چی میگه؟ به حرف مضارعت و به فتح ما قبل آخر. ما قبل آخر کدام است؟ حرف ر، حرف ر، حرف ر، حرف ر، همش حرف ر شد ما قبل آخر. پس اینها اگر که کسره باشد فتحه میکنیم، اگر کسره باشد فتحه میکنیم، کسره باشد فتحه. لیکن ما مجهول که کردیم خودش ما فتحهش کردیم، ببینید مفتوحش کردیم، پس آخرش به حال خودش می ایستاد. انا همین طور فقط اینجا در تنوین میتیم میشود اسم چی؟ اسم مفعول. چی شده که متدحرجون، مدحرجون، متدحرجون، مکرمون، مستخرجون. انا همین را میگن اسم مفعول. اکنون دیدید چیکار کردیم؟ فقط یک کار کردیم، میمی مضمومه را آوردیم، حرف مضارعت را از بین گرفتیم، خلاص شد اسم مفعول. زیرا که ما قبل آخر خودش چی بود؟ فتحه بود. ما قبل آخر خودش فتحه بود. اگر فتحه نباشد فتحش میکنیم. همچنین در اینجا یک نازکی دیگر من برای شما بگویم، درس گذشته همچنین تکرار میشود. اگر حاضر ما حرف ر را کسره کنیم، فقط یک کسره، ما قبل آخر را، ما قبل آخر را مدحرجون بگیم اسم فاعل، متدحرجون بگیم اسم فاعل میشود، مکرمون اسم فاعل، مستخرجون اسم فاعل. ببین حرکت کسره موندی اسم فاعل شد، حرکت فتحه موندی اگر اسم مفعول میشود. نازکی زبان عربی را بین، یک حرکت برعکس من معنا را دیگر میکند. مثلا بگوی که مکرمون یک انسانی حرمت کننده، اگر بگوی مکرمون یک انسانی حرمت دیده، کسی که دیگرها حرمتش کردن. یا مدحرجون یک آدم غلطاننده، اگر مدحرجون بگوی یک آدم غلطیدگی. فرقیت رو بینید، غلطاننده و غلطیدگی، افتیدگی. یا متدحرجون یک انسان همچنین جر کردگی و غلطیدگی. لیکن مستخرجون یک آدمی که طلبی برآمدن میکند، مستخرجون یا آدمی که طلبی برآمدن کرده شدگی است. فرقیت معنا را دقت بتید. از این حساب است که زبان عربی به یک حرکت میتوند که معنا را دیگر بکند، یک حرکت میتوند معنا را دیگر بکند. اکنون باز یک بار دیگر این قاعده را میخونیم. میگه و از غیر ثلاثی مجرد، از این باب های باقی مونده، از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول، چطور که شما دیدید فعل مضارع مجهول می آید با آوردن میمی مضمومه. در اولشان میمی مضمومه میاریم، با جای حرف مضارعت، حرف مضارعت از بین میبریم، حرف مضارعت رو از بین میبریم و با فتح ما قبل آخر، اگر ما قبل آخرش دیگه حرکت باشه فتحش میمونیم. اینها چون فتح که بود به حال خودشون ایستاد. همچون مکرمون، ببینید مکرمون اسم مفعول. همچون مدحرجون اسم چی است؟ اسم مفعول. مکرمون مدحرجون اسم چی است؟ مفعول. اگر گفتیم مکرمون مدحرجون بگیم اگر میشود اسم فاعل. خب اکنون صاحب کتاب برای ما و شما در توضیح می‌دهد، میگه اسم مفعول بر 6 صیغه می آید. اکنون دقت بتید، میگه که اسم مفعول همگی 6 صیغه دارد. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا 6 صیغه دارد و بس. این نوشتگیمون از بین ببریم. ببینید اسم مفعول همگی چند صیغه دارد؟ 6 صیغه دارد. اسم مفعول همگی 6 صیغه دارد. چطور که شما دیده استودید. اکنون میگه اسم مفعول بر 6 صیغه می آید. 3 مذکر را بود،
سه مؤنث رو بود به مثل اسم فاعل، سه تاش مذکر سه تاش مؤنث. اون سه که مذکر رو بود اکنون سه تا که برای مذکر هست سه تا بالا رو توضیح میتید. میگه مضروبون یک مردی زده شده، مضروبون یک مردی زده شده. با اصطلاح جوانی و بگیم مردمی بگیم اگر یک آدمی شته خوردگی یا آدمی شته خوردگی. مضروبون یک آدمی چی؟ یک مردی زده شده. صیغه واحد مذکر اسم چی؟ مفعول، یک مرد. خب مضروبانی و مثل اسم فاعل اشکالی که الف و نون همراه میکردیم دو کس میشد، در اینجا هم همون طور است. الف و نون همراه میکنیم میشود دو کس. مضروبانی دو مردی زده شده، صیغه تثنیه مذکر اسم مفعول. مضروبون چطور که اسم فاعل همین کارا میکردیم واو و نون همراه میکردیم میشه جمع. پس مضروبون همه مردان زده شده، صیغه جمع مذکر اسمی مفعول، صیغه جمع مذکر اسمی مفعول. پس این سه تا اسم چی بود؟ اسم مفعولی برای مذکر. اکنون میگه که اون سه که مؤنث رو بود اکنون سه تا برای کی است؟ برای مؤنث است، برای زن. اون سه که مؤنث رو بود مضروبتون، ببینید مضروبتون یک زن زده شده، صیغه واحده مؤنث اسمی مفعول، یک زن زده شده صیغه واحده اسمی مفعول. مضروبتانی و مثل این بالاگی فقط یک ت دارد برای زنانه است. مضروبتانی دو زن زده شده، صیغه تثنیه مؤنث اسمی مفعول. مضروباتون الف و ت جمع مؤنث جمع زنها. مضروباتون زنهای همه زنانی زده شده، صیغه جمع مؤنث اسم مفعول. اکنون به همین 6 صیغه اسم مفعول به آخر رسید. این را میگن 6 صیغه اسم مفعول. اکنون در اینجا ما میتونیم که وزنهای این صیغه ها را بنویسیم. ببین مضروب بر وزن چیه؟ ترازو ده. اکنون برای کشیدن میگه مضروب بر وزن مفعول. بر وزن چی است؟ مفعول. مضروبان مفعولان مفعولان. مضروبون بر وزن مفعولون مفعولون. مضروبتون بر وزن مفعولتون مفعولتون مفعولتا مفعولتان مفعولاتون. دیدید اینها چه هستن؟ اکنون ترازو. اکنون اینها ترازو. همین اسم مفعول را ما وزنهاش کشیدیم. هر یک کدامش ببینید این وزن هست، این ترازو است. حرفاشون حساب کنین یک خیل است، حرکتاشون ببینید همش یک خیل است. یگان فرقیت بین حرکت بین حرکتاشون یگان فرقیت نیست. فقط ف و عین و لام اصل باب است و اینها حرفای زیادتی هست تا اینجا که حرف میم و واو که در اون 10 حرف زیادتی این حرف میم و واو هست. سألتمونیها گفته بودیم در اون این حرف رو پیدا کرده می توانید. پس این هست اسم مفعول. پس اسم مفعول رو ما میگیم یک جایه اگر همه اش رو بگیم میگیم مضروبون مضروبتان مضروباتون مضروبون مضروبان مضروبون مضروبتون مضروبتان مضروباتون. دقت بدید. اکنون قتله را بگیم اگر میگیم مقتولون مقتولان مقتولون مقتولتون مقتولتان مقتولاتون. نصره را بگیم اگر میگیم منصورون منصورانی منصورون منصورتون منصورتان منصوراتون. اینها از بابهای ثلاثی مجرد بود. از غیر ثلاثی مجرد رو چطور میگوییم؟ مثلا استخرجه باب 15 هم اسم مفعولش چی میشود؟ مستخرجون. میگه مستخرجون مستخرجانی الف و نون همراه میکنیم. مستخرجون واو و نون همراه میکنیم. مستخرجون
مستخرجتون تیر همراه میکنیم. مستخرجتانی، مستخرجتون. دیدید این از غیر ثلاثی مجرد. دحرجه یدحرجو اسم مفعول میشه مدحرجون. مدحرجون، مدحرجان، مدحرجون، مدحرجتون، مدحرجتان، مدحرجاتون. یا مکرمون، مکرمون اسم مفعول، مکرمون اسم فاعل. اسم مفعول رو میگیم مکرمون، مکرمان، مکرمون، مکرمتون، مکرمتان، مکرماتون. پس این بود اسم مفعول و طریقه صرف کردنش و این را بسیار میگوید تا اینکه در ذهنهاتون بشیند این الفاظ و زبانهاتون عادت بکند به گفتن این لفظ ها. پس این بود درس امروزه ما و شما، درس 12 اسم مفعول. با همین اسم مفعول را به پایان رسانیدیم. بعد از این فعل جهد می آید. درس آینده انشاءالله فعل جهد را خواهیم گرفت که فعل جهد چی است و چی صیغه ها دارد و چی تغییرات. انشاءالله درس آینده درس 13 شما خواهید دید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.